دیوار گذرگاهی مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در ناحیه پنجکند برچیده شد و در نزد گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود، ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجامیابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است، زیرا آنها تا کیلومتر مشخص حق دارند به کشورهای یکدیگر بدون ویزا وارد شوند. گذرگاه جرتپه در جماعت سرزمی ناحیه پنجکند یکی از 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان است که سال 2010 باز بود. ماه نوامبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گذرگاه پرروایی تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. بهرالله تایمانوف رئیس جماعت سرزمی ناحیه پنجکند که گذرگاه جرتپه در قلمرو آن قرار دارد، روز 5 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی برچیده شدن دیوار و ساختمان یک ترمینال نوی گمرکی در این گذرگاه را تصدیق کرد. این هم صحبت ما افزود در مورد کی باز شدن گذرگاه معلومات دقیق ندارد، اما از بین رفتن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در عرفه پایان یابی است. گذرگاه جرتپه در جماعت سرزم پنجکند یکی از 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان است که تا سال 2010 باز بود. ماه نوامبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گذرگاه پرروایی تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. تاجیکستان یک سال قبل راه ماشینگرد عینی پنجکند را با کمک مالیوی بانک آسیای رشد از نو بنیاد کرد که مطابق با استانداردهای شاهراه‌های بین‌المللی است. کشور امیدوار است که در آینده نزدیک ادامه این شاهراه به جانب ازبکستان باز شود که کوتاه‌ترین راه تا به شهر سمرقند خواهد بود. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوا یولری نیز اعلان کرد که ساکنان تاجیکستان با استفاده از فرودگاه تاشکند می‌توانند به کشور سوم بدون ویزا سفر کنند. روز 5 اکتبر در مرکز مطبوعات ازبکستان هوا یولری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که شهروندان تاجیکستان بدون ویزا در ترمینال فرودگاه بین‌المللی تاشکند می توانند تا 24 ساعت باشند و در این مدت به کشورهای دیگر پرواز کنند.